سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همراهان همیشگی آکادمیا فیل، مخصوصا بچه‌هایی که تازه به جمعمون اضافه شدن. خوش اومدید به متفاوت ترین کانال یوتیوب آموزش ترید فارکس و ارز دیجیتال. ما قراره توی این کانال برخلاف کانال قبلی که داشتیم یک مقدار متفاوت عمل کنیم. از پشت پرده صرافی ها و بروکرها گرفته تا افرادی که از ندونستن بعضی چیزهایی که شما عملا باید بدونید دارن سوء استفاده میکنن. همه اینا رو قرار ما رو کنیم و امیدوارم توی این مسیر لذت بخش و همدیگه بتونیم یک کمیونیتی خیلی قوی، خیلی جالب بسازیم. عرض شود خدمت شما که یک معضلی که خیلی وقت توی آموزش حوزه ترید این کشور وجود داره، اونم اینه که صرفا برای یاد گرفتن یک متا تریدر، یک نرم افزاری که بیس همین کاره، شما رو مجاب میکنند به خرید پکیج های 10 20 30 50 میلیونیشون و هیچ جایی من ندیدم که متا تریدر 4 یا 5 چه روی سیستم چه روی موبایل یک نفری بیاد همه چی رو کامل توضیح بده. واسه همین تصمیم گرفتم که در سری ویدیوهایی که در اختیارتون قرار میدیم و این ویدیو هم برای متا تریدر 4 هستش و روی سیستم ویندوز با هم دیگه یاد میگیریم که چطور باید رانش کنیم، کجا باید نصبش کنیم، به چه شکلی میتونیم ازش استفاده کنیم. پس بریم با هم دیگه داشته باشیم متا تریدر 4 رو یک بار برای همیشه بیاموزیم و دیگر پولمون رو به جیب افراد سودجو نریزیم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. بریم که این آموزش خفن رو با هم دیگه ببینیم. خب ما برای اینکه بتونیم از متا تریدر 4 استفاده کنیم یه لینک رو من زیر همین ویدیو میذارم. اگه خواستید میتونید از اونجا برید و وارد یه همچین صفحه‌ای میشید و حالا میتونید از خود بروکر هم دانلود بکنید که حالا استفاده از نسخه رسمیش حالا بهتره. متا تریدر 4 رو از اینجا انتخاب میکنم، روی ویندوز کلیک میکنم. این شروع میکنه برای من متا تریدر رو دانلود کردن. دانلود شد، تموم شد. من بهتون میگم که باید چی کار کنید. معمولا وقتی که شما در یک بروکری ثبت نام میکنید، این بروکر برای شما یک ایمیلی میفرسته که توی اون ایمیله براتون شماره لاگین و پسورد همون اکانت رو براتون مینویسه و حتی براتون مینویسه که کدوم سرور رو انتخاب کنید. خب من یک به یک عملا همه اونا رو اوکی میکنم و باید توجه داشته باشید که اسپانسر این ویدیو هم بروکر استار تریدر هستش. ویدیوی بررسیش این بالا براتون میاد. اگه خواستید، من خودم دارم از استار تریدر استفاده میکنم. بروکر خیلی خوبیه. یکی از نقاط میشه گفت مثبتش و اون قوی بودنش پشتیبانیشه که هر لحظه که من پی ام دادم بهشون 99% مواقع حداکثرترین تایمی که عملا به ریسپانس دادن نهایتاً 3 دقیقه 4 دقیقه بوده و همون لحظه باهاتون یا تماس میگیرن یا باهاتون در ارتباطن به شکل تلفنی یا چت یا هر چیزی که حالا خودتون راحت باشید. به ایمیل هم که خیلی آنی دارن جواب میدن. حالا اگه خواستید میتونید از اون بروکر هم استفاده بکنید به عنوان بروکر اصلیتون و توی تایم‌های خبر استپیج آنچنانی نمیزنه. نمیگم استپیج نمیزنه، ولی استپیج آنچنانی ندارد و خیلی راحت و خیلی ساده میشود از اون استفاده کرد. حالا بعد از اینکه دانلودتون تموم شد یه همچین صفحه‌ای براتون میاد. روی ران کلیک کنید و الان ازتون میپرسه که کجا این رو نصب کنم. نصبش که تموم شد حالا میریم با هم دیگه کامل یاد میگیریم که چطور باید ازش استفاده بکنیم و
خیلی جالب بود برام که همین متاتریدر 4 و 5 هیچ جا در موردش سخن گفته نشده بود. بعد از اینکه نصبتون تموم شد شما با یه همچین صفحه‌ای روبرو هستید. اوکی، با یه همچین صفحه‌ای روبرو هستید و یک به یک بشینیم اینا رو بهتون یاد بدم و خیلی راحت عملا. من اینو بزنم فول اسکرین بشه. خب بخش اصلی که شما در متاتریدر دارید همین بخش نویگیتور هستش. اگه دستتون خورد و بسته شد کنترل N رو بزنید دوباره برمیگرده. دوباره ببین کنترل N رو که میزنم دوباره برمیگرده. حالا روی اکانتتون کلیک میکنید. برای مثال من میزنم که حالا یه اکانتی رو من باز کنم، حالا هر چیزی که میتونم داشته باشم. حالا استارت تریدر دارم استفاده میکنم. فرض کن یک نفری برای مثلا داره از بروکر دلتا فیکس داره استفاده میکنه. اینجا مینویسید دلتا فیکس، این میره در میاره. مثلا این دلتا فیکس سرور لایوش همینه، ریلش همینه، اینو انتخاب میکنیم. حالا من استارت تریدر استفاده میکنم، حالا همین رو انتخاب میکنم. بعد از اینکه اینو انتخاب کردید یک ایمیلی براتون خواهد آمد. توی اون ایمیل قسمت لاگین یک عددی براتون نمایش داده میشه. اون عدده رو اینجا وارد میکنید و یک پسوردی براتون نوشته شده. اون پسورد رو سعی کنید تایپ کنید، پیستش نکنید. معمولا خیلی ایراد دارن توی کپی پیست و یکی از مشکلاتیه که خیلی دارن. و اینجا هم اون رو اوکی کنید و فینیش رو بزنید. بعد از اینکه اوکی شد اینجا براتون میگه که وصل هستید یا خیر. اینجا براتون مینویسه. حالا شما میتونید همه اینا رو هم عوض بکنید. مثلا اگه پینگتون روی همین سرور بالا بود یهو بیاید به پاریس وصل بشی یا به هر چیزی که حالا میتونید اوکی بکنید. خب این بخش نویگیتور ما هستش و بخش نویگیتور اکانت رو تموم کردیم. بخش اندیکاتورها اینجا هستش و میتونید از اینجا اندیکاتورهای مختلف رو برای خودتون رام بکنید. برای مثال من ترند رو میام برای مثلا بولینگر بند رو میکشم میندازم روی همین چارتی که اینجا دارم. یه همچین چیزی برای من میاد. اگه بخوام این رو حذف کنم روش نگه میدارم، راست کلیک رو میزنم، دیلیت اندیکاتور رو میزنم و بخش اندیکاتورها اینجا هستش. اکسپرت ها هم اینجا هستن. حالا بهتون یاد میدم که چطور اکسپرت ها رو هم شما خودتون نصب کنید. خب این از این قسمت. بخش مارکت واچ میشه گفت بعد از نویگیتور شما مهمترین بخشیه که شما میتونید ازش استفاده کنید. حالا اینجا هم فرض کنید چارتتون یه همچین چیزی هستش. ببین من میزنم معمولا مال شما یه همچین چیزیه. خب حالا بهتون یاد میدم که چطور اون رو هم سیاه‌سفیدش کنید. از این قسمت حالا من میزنم که شو آل معمولا یه همچین ظاهری داره وقتی که شما برای اولین بار دارید واردش میشید. راست کلیک رو بزنید، هاید آل رو انتخاب کنید. بعد از اینکه همه چی رو هاید کردید دوباره از اینجا راست کلیک کنید، سیمبلز رو انتخاب کنید یا اگه میخواید شورت کاتش رو بزنید کنترل یو رو بزنید همه چی براتون میاد. خب توی متاتریدر 4 قابلیت سرچ کردن وجود نداره ولی توی متاتریدر 5 بهتون یاد میدم که هر چیز رو که دوست دارید میتونید سرچ کنید. خب بسته به بروکری هم که شما ثبت نام میکنید اینجا متفاوته. خب بروکر استارت تریدر از نظر من توی این بخش کاملترین نمادها رو داره. توی متاتریدر 4 متاتریدر 5 که فوق‌العاده است. برای مثال من میخوام معامله طلا انجام بدم، اونس انجام بدم، روی گلد کلیک میکنم، یه پلاس اینجا هستش. XAUUSD رو که انتخاب کردم از این قسمت شو رو میزنم. این اومد افتاد به اینجا. اوکی من این یکی هم هاید بکنم. حالا معمولا یه دونه اونجا میمونه دیگه. همین اونس جهانی رو خیلی هم میگن که اسپرد اون پلتفرم چقدره. اسپرد رو از کجا میتوان دید؟ راست کلیک میکنید. همین رو رفتم. خب
از اینجا نوشته اسپرد رو کلیک میکنید. اسپرد طلا روی اکانت متا تریدر 4 استار تریدر 17، ولی روی ECN متا تریدر 5 میریم ما هم دیگه نگاه میکنیم 6.5. خب هر چقدر این عدد کوچولوتر باشه کارمزدی که اون بروکر داره از شما میگیره کمتره. خب حالا من اگه بخوام طلا رو ببینم، از طلا یه دونه اینطوری میکشم میندازم رو چارتی که اینجا دارم. خب حالا این چارتی که اینجا دارم خیلیاتون مال شما اینطوریه. ببین میای هی میخوای اینو بکشی به سمت این ور تا اینجا مثل تریدینگ ویو خالی باشه. متاسفانه همچین امکانی وجود نداره به شکل دیفالت روی خود متا تریدر. خب اول ظاهر همینجا رو اوکی کنیم. خب راست کلیکش میکنی، پروپرتیز رو میزنی یا میتونی دکمه F8 رو هم بزنی. از این قسمت بلک اند وایت رو انتخاب میکنی. اوکی، اینجا برای تو میشود یک چارت سیاه و سفید. اگه بخوای رنگ هم بهش بدی دوباره از اینجا میای. برای مثال من میخوام کندل هایی که سیاه رو قرمز رنگش کنم. اینو انتخاب میکنم، اوکی رو میزنم، دوباره میزنم. ببین هر چی که اینجا نوشته بیر یعنی نزولی، همه اینا رو انتخاب میکنم. اینجا هم پریویو داره نمایش میده و این رو اوکی میکنم. ولی حالا خود من با سیاه سفید خیلی حال میکنم به جای اینکه از بقیه استفاده کنم. خب بحث بعدی که حالا داریم احتمال داره که شما یه همچین چیزی هم ببینید. از این قسمت بالا یکی یکی اینا رو بهتون خواهم گفت، ولی صرفا اگه بخواید این رو به تبدیل کنید به کندل میتونید از این دکمه استفاده کنید یا میتونید یه کاری انجام بدید. خیلی‌ها نیاز دارن هم بار رو یه لحظه ببینن هم کندل رو یه لحظه ببینن. دستشون رو روی کلید آلت نگه میدارن، یک رو بزنن آلت به علاوه یک میشه بارها، دو رو بزنن میشه کندل ها، اگه سه رو بزنن میشه همین بحث لاین و همین. اوکی، برای زوم این و زوم آوت کردن میتونید از اینجا یا روی همینا کلیک بکنید یا از روی کیبوردتون توی نامپدتون یک دکمه‌ای هست به اسم پلاس و حالا اینجا یه لحظه لاک شد، یک دکمه‌ای هست به اسم پلاس و نگاتیو. خب ببینیم ضبطمون که آره اوکی. اگه اونا رو هم بزنید خیلی راحت یه همچین اتفاقی براتون خواهد افتاد. حالا استاندارد ترین روش دیدن این چیه؟ ببین کامل زومش میکنی، دو تا میای عقب. ببین کامل زومش میکنی، یک دو. این استاندارد ترین چیزیه که میتوان پوینت به پوینت یعنی یک به یکش رو دید. خب این از این. بحث دوم، خیلی ها دوست دارن که مثلا یه چند تا چارت داشته باشن، میتونن این رو بزنن، این رو بیان کوچیکش کنن، یا اگر یک مانیتور دومی دارن این رو بگیرن بندازن رو مانیتور دومه. خب مثلا فرض کن این رو من اینجا میذارم، USDJPY رو هم اینجا میذارم. ببین یه همچین شکلی میگیره واسه خودش. اوکی، که برای این بهتره شما از سیستم های مجزا استفاده کنید. پیشنهاد خود من همون. بعد از اون ما یه همچین چیزهایی رو داریم. ببین هر چقدر که من بخوام دیگه نمیاد به سمت چپ. اینجا یک چیزی رو داریم، اینجا یک چیزی رو داریم که یه همچین شکلی داره. روش کلیک میکنید، اینجا یه فلش کوچیکی رو میذارید. اینو بیارید بذارید وسط چارت. اینو بگیرید تا جایی که میشود کوچیکترش کرد بندازید همینجا. و حالا خیلی راحت میتونی این رو تا این وسطاش بیاری. حالا خیلی همین رو هم نمیتونن بیارن. چرا؟ چون یهو ببین خودش برگشت. اگه میخوای این اتفاق نیفته اون رو ببند، اون گزینه‌ای که اون بالا هست رو خودت ببند، این اوکی میشه.
بعضی وقتا هم دیدید اگه چارتتون یه همچین شکلی گرفت واسه خودش، میای روی قیمت دوبار کلیک میکنید، این همه چیش اوکی میشه. اوکی، این از این. بعد از اینها ما بخش تایم فریم ها رو داریم. بخش تایم فریم ها 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه، 30 دقیقه، همه اینا رو که حالا شما انتخاب کردید میتونید بیا یه لحظه همین رو بزنی، بره آخرش دوباره ببندی. خب اینم از این. حالا من میخوام یک کاری انجام بدم، من میخوام یک معامله انجام بدم و این معامله رو استفاده کنم ازش. اوکی، چطور میتونم اینجا یک معامله رو باز کنم؟ ببین اینجا پیش نمادت یک فلشی هست، اگه بزنی میتونی از همینجا سل و بایش رو انتخاب کنی. برای مثال من میام به اندازه 200 یه معامله سل میگیرم. ببین سل رو که بزنم یعنی چی؟ یعنی اگر قیمت من به سمت پایین بیاد برای من این معامله سود بشه، یعنی از نزول قیمتم من سود کنم. حالا روی 1 دقیقه کلیک میکنم، دوباره میزنم که بره به سمت آخر. حالا میام، حالا من میخوام برای این استاپ بذارم. از همین جایی که معاملت باز شده کلیک رو نگه میداری، میبری به سمت بالاتر. اینجا برات مینویسه که SLت تا کجاست. اوکی، این استاپ من گذاشته شد. اگه از همین هم بگیری و بیاری به سمت پایین، TP برات اوکی میشه. ببین حالا من میتونم این رو بیارم بذارم اینجا مثلا. ببین میخوام یه چیزی رو براتون بگم ها، نیازی نیست که شما حتما خودتون دستی ببندید. اگه قیمت به اون خط برخورد کنه، الان قیمت من خیلی کم مونده به اونجا، ببین خودش رسید به TP، با سود خودش بست. اوکی، و برعکسش شما توی بای هم یه همچین اوکی میتونید انجام بدید. حالا من بای رو میگیرم، اوکی، اگه از پایینش بزنم بیارم به سمت پایینتر، SL میشه براش، حد ضرر میشه، و اگه ببرم به سمت بالاتر چی میشه برام؟ حد سود میشه. حالا من میخوام این معامله رو دستی ببندم، از اینجا میام ضرب رو میزنم. برای مثال الان من میخوام بیت کوین رو معامله کنم، دوباره میام از قسمت سیمبلز، میام بیت کوین رو انتخاب میکنم، شو رو میزنم و میام ازش استفاده میکنم. خب دوباره اینجا هم هیچ فرقی نمیکنه ها. ببین مثلا اگه من دوباره سل رو از اینجا بزنم، خب ببین معامله من باز شده. خب اگه بیام به سمت پایین TP میشه، اگه برم به سمت بالا استاپ میشه. اوکی، دوباره از اینجا هم میتونم معامله‌ام رو ببندم. یه چند تا تریک خیلی خفن میخوام بهتون یاد بدم. اون تریک ها هم معمولا کسی بهتون نمیگه. یک، خیلیا توی آموزش ها شاهد این هستن که یهو از اینجا تا اینجا رو یهو اینطوری اندازه میگیره. این رو با چی اندازه میگیره؟ ببین این موس اسکرول رو کلیک میکنم، خب هر کجا که دوست دارم همون میشه میجر تریدینگ ویو، میتونم ازش استفاده کنم. خب این یک. برای مثال من یک اکسپرتی رو دانلود کردم و میخوام به متا تریدر 4 نصب کنم. اکسپرتی رو که دانلود کردید، از این قسمت دیتا فولدر رو باز میکنید، MQL 4 رو باز میکنید، اکسپرت رو انتخاب میکنید، اون فایل رو که دانلود کردید رو اینجا پیست میکنید. ببین مثلا من الان از اکسپرت مدیریت سرمایه چراغ دارم استفاده میکنم، این رو اینجا من اوکی کردم. بعد دوباره میام اینجا روی همینجا رفرش رو بزنم، چراغ برای من میاد. فرض کن اینجا هم صبر کنید من همه چی رو برگردونم به حالت قبلی. حالا من این اکسپرت رو میخوام استفاده کنم، اوکی رو میزنم، برای من یک اروری میده. چطور میتونم این رو برای خودم فعال کنم؟ معمولا اکسپرت ها باید این اوتو تریدینگشون فعال. بعد از اینکه شما این رو گرفتید و انداختید اینجا، ببین دوباره همچین اتفاق میفته. میای از قسمت تولز آپشن رو میزنی، اکسپرت رو انتخاب میکنی، این دوتا تیک آخر رو میزنی، اوکی رو میزنی، چراغ رو دوباره اینجا اگه بندازیم میبینید که خیلی راحت دوباره
این اومد و افتاد به همینجا. این اکسپرت رو آموزشش رو من توی ویدیوی بعدی براتون میذارم. خیلی اکسپرت جالبیه و جالبیش اینجاست که این اکسپرت هم ایرانیه، خیلی خوبه. خب ریسک رو میتونه خودش محاسبه کنه و امکانات خیلی خوبی داده توی نسخه رایگانش و نسخه پولیش هم به آنچنان درد من نمیخوره و حالا دوست داشتید میتونید برید تهیه کنید، ولی حالا من فایلش رو هم توی کانال تلگرام به شکل رایگان میذارم که ازش استفاده بکنید و توی وبسایت خودشون هم که رایگانه میتونید از اونجا هم بردارید. این بود از متاتریدر 4. توی ویدیوی بعدی میریم متاتریدر 4 رو روی گوشیمون نصب کنیم، اونجا یاد بگیریم که چطور میتونیم ازش استفاده بکنیم. خیلی راحت کار کردن باهاش، صرفا فقط شما باید یک مقدار اگه متوجه نشدید چه اتفاقی داره میفته عملا توی متاتریدر، ببین این ویدیو دیگه کامل ترین ویدیوه، باید خیلی بشینی نگاه کنی و امیدوارم هر کجای کره خاکی که باشید خوب و خوش و سلامت، جیباتون پرپول، همون پولتون هم پرسود باشه.